سلام دوستان عزیز. اگر صدای ما را میشنوید لطفا در چت یوتیوب بنویسید تا اینکه برنامه را آغاز کنیم. کسانی که ما را تماشا میکنید اگر صدای من هست لطفا در چت یوتیوب بنویسید که صدا هست، برنامه را آغاز کنیم. گفتن که صدا خوب است. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، آمدید به برنامه خودتان، برنامه گفتگو، برنامه که ما هر هفته در این روز با هم گفتگو میکنیم و صحبت میکنیم. نفرانی که میخواهند ابراز نظر کنند ابراز نظر میکنند و نفرانی که میخواهند سوال بدهند سوال میدهند و نفرانی هم هستند که میخواهند از فعالیت ما تنقید کنند، تنقید میکنند و این میدان شماست. امیدوارم که هر یک نفر شما گفتنی دارید و امیدوارم که حتما گفتنی های خود را ابراز میکنید و از فرصت مناسب استفاده برده صدای خود را به جای لازمی میرسانید. تماشاگران عزیز، ما امروز درباره یک موضوع میخواهم صحبت کنیم با هم و این موضوع اساساً چی است؟ آینده نگری است. یعنی با آینده نگاه کردن. آینده جوانان تاجیکستان در شرایط نااستواری، یعنی شرایط سیاسی تاجیکستان، شرایط نااستوار است و عموما سازگار برای جوانان نیست و بیشتر در این حالت شرایط سیاسی امروزی تاجیکستان جوانان را ناامید میکند و اکثر حال جوانان با یک ناامیدی خاص از آینده کشور رو به خارج می آرند و تمام امیدهای خود را در خارج از تاجیکستان می بندند. تمام امیدهایشان را نه به رهبریت کشور نه به سیاست کشور یگان امید ندارند، چون که همه درها برای جوانان امروزی ما بسته شده است. بر زمین هر جوانی که یک فکر آزاد دارد، یک فکر آزاد رو میپذیرد، پیروی میکند، ابراز نظر میکند، او در پیگرد قرار میگیرد، او را تعقیب میکنند، موردی تعقیب قرار میگیرد و مقامات کوشش میکنند صدای او را خاموش کنند. یعنی مقامات کوشش میکنند یک فضای بی صدایی در تاجیکستان حکمران باشد. بی صدایی یعنی جوان است، برای خودش جوان است، صدای او برای هیچ کس لازم نیست. در دانشگاه هرچند تحصیل میکند باید چیزی که استاد میگوید همان را بیاید تکرار کند، تمام جان دانشجو خلاص است. یگان فکری آزاد باید نداشتگی باشد، یگان تفکر انتقادی باید نداشته باشد. باید نفری باشد که مثل ربات هر آنچه خواسته شد طبق همان خواسته ها عمل کند و بیرون از خواسته های الیت سیاسی قدم ننهد. نه خود دانشجو نه استادش، یگان نفر نباید در تاجیکستان باید از خواسته های الیت سیاسی فراتر
قدم نهند. این چیکار میکند؟ به چی برده میرساند؟ جوانان را ناامید میکند. یعنی امید جوانان به آینده خودشون را از بین میبرد و در تاجیکستان میبینند که یعنی آینده ندارند. مکتب را با بهای خوب و اعلی خواندی یعنی چی؟ دانشگاه خواندی یعنی چی آیندهش؟ نامزد علم شدی آیندهش یعنی چی؟ ما ده ها نامزد علم داریم که استادان دانشگاه بودن، حالا گریزه پناهنده سیاسی هستند در اروپا، در امریکا، در ترکیه و در دیگر کشورها. ده ها ما نامزدهای علومی دنیوی داریم که به خاطر فکر اندیشهشان، به خاطر فکر اندیشه آزادشان یا در یک جای یک چیز گفته ماندن، یک جمله گفته ماندن یا در کتابشان چیزی گفته ماندن، کدام جمله رو استفاده بردن که به الیت سیاسی معقول نشد، رو به فرار آوردن. حالا از اینجا به اینجا سرسان و سرگردان میگردن، همین قدر که به قپی یعنی به دست یعنی مقامات قدرتی تاجیکستان افسان شد. هیچ نه آزادانه اقلا از حال احوال بچه هاشون، فرزنداشون، اهل اولشون پرسیده میسن. همین قدر غنیمت است. هر کجا پنهان باشن، درست باشن، در پدول باشن، در زیر بوم ها باشن، ننمایند، به چشم الیت حکمرانی تاجیکستان خوب است. همین قدر برایشان کفایه است. و اهل علم، جوانانی که رو به علم آوردن تا نامزدی حفظ کرده اند و اهل کتاب هستند، کتاب نویس هستند، صاحب کتاب هستند، حتی حالتشان امروز همین است. و جوانانی که در خارج تحصیل میکنند، من با چند نفرشان هم صحبت شدم، خصوصا جوانانی که در اروپا تحصیل دارند، با چند نفرشان هم صحبت شدم، یگان فکری به تاجیکستان برگشتن ندارند. میگویند من همین قدر پتانسیلی که دارم، با جای آن که برای پیشرفتم صرف کنم میروم در تاجیکستان خودم را زندان میکنم. از این آموخته های من در تاجیکستان گفته نمی شود. از این جهان بینی که من در این اروپا پیدا کردم در تاجیکستان خریدار ندارد. با این جهان بینی من به تاجیکستان اگر رفتم، حتما یک روز نه یک روز از زبانم میبرد. این یعنی چیزی که در روح و روانم پیدا کردم، من اون رو دایمی پنهان کرده نمیتوانم. یک بار نه یک بار از زبانم برآمده میرود، بعد باید من بروم زندان. یا اینکه چیزی جهان بینی که من پیدا کردم، فکر اندیشه‌ای که پیدا کردم، با همین تاجیکستان میروم، از من طلبات دیگر است. تو این چیزهایی که میدونی نگو، تو این چیزهایی که میفهمی نگو، تو جهان بینی که داری در خودت مان. اینجا طلبات ما دیگر است. ما شین گفتیم میشینی، خیز گفتیم میخیزی. او گپای تو آموخته آمادگی به ما لازم نیست. طلبات از تو همین خیل میشود. پس چرا من بروم گشت تاجیکستان؟ جوانان امروز در اروپا، نفرانی که از تاجیکستان آمدن، حتی با قوات های حکومت، با قوات های وزارت معارف آمادگی اصلا گشته رفتنی نیستن. بعضیشون عهده‌دار هستند که باید گشته بیاین، باید قرارداد هم دارن که باید گشته روند به تاجیکستان و در تاجیکستان کار کنند. اما راههای جسته ایستادن که تا اینکه به تاجیکستان بازگشته نروند. وقتی که ما یک قشر فعال جامعه، یک قشر اکثری جامعه، یعنی 60% اهالی تاجیکستان جوانان هستند، ما خلاصه 60% اهالی تاجیکستان را به این آوردیم. از اینجا ما
نفرانی که در تاجیکستان زندگیشان رو یافتند، با هر وسیله با هر راه توانستند زبان حکومت رو یابند، چیکار کرده نباشد هم آنها را اختصار میکنیم. ولی نفرانی هستند که کم نیستند، زبان حکومت رو یافتگی هستند، جناب عالی گفته میتوانند، پیشوای ملت گفته میتوانند، شکر و حمد و ثنا گفته میتوانند و راضی هستند که همه آموختگیشان، جهانبینیشان در کیسهشان بماند. حتی دخته ماندگی هستند فکر و اندیشه هایشان رو، و بجای آن فکر و اندیشه هایی که دارند، آموختند، علم و دانشی که دارند، فهمشی که دارند، بجای آن شکر و مدح و ثنا را استفاده میکنند، جانشان خلاص است. این خیل انسان های ما داریم، اینها استثنا نیستند. جامعه تاجیکستان با همین ها حاضر به طور پیشرفته ایستاده است. بله، انا برای همین هم فضا چونین است که در تاجیکستان هر کس که خودش را احترام میکند و هر کس که گفتنیه دارد و هر کس که میخواهد با جهان بینی خودش زندگی کند، در جامعه فعال باشد، فعالیت کند و هر وقت که گفتن لازم شد فکر و اندیشه های خودش را ابراز کند، نه ترسد نه حراست، این نفران حالا در تاجیکستان نیستند. نفرانی که از این زمره هستند و در تاجیکستان هستند، باور کنید شب یا روز رو پایده ایستادند، فرصت رو کافته ایستادند که چگونه از تاجیکستان بیرون شوند، چگونه تاجیکستان را ترک کنند. یعنی اگر ما جوانان رو به این خلاصه آورده رسانندگی هستیم، در داخل تاجیکستان میدان به کی ها ماندگی است؟ به چاپلوس، به دزد، به غارتگر، به کاسلیس، به لیسک، به مداح، به سناگو، به شکرانگو ماندگی است و خلاص. این نفرانی که حاضرند برای نفسشان ملت را بفروشند، بلیسند، چاپلوسی کنند، مداحی کنند، سناخوانی کنند، شکرانگویی کنند، فقط اینها خاطر شکمی سیرشان را دارند و تمام. دیگر برای آنها ملت از بین می رود، وطن پارچه پارچه می شود، هم ملتان سرسان و سرگردن در 4 طرف دنیا می گردند، برایش فرقی ندارد. این نفران فقط غمشان این است که شکمشان سیر باشد. حتی در عوض لیسیدن، در عوض به پا افتادن، در عوض غلام شدن، در عوض بزانو زدن، در عوض دست پیشی بر بودن، در عوض دختران خود را رقاصه کردن، فرقی ندارد. همین بس است که شکمش سیر باشد. اما به جهانبینی یک نفر آزاداندیش، به جهانبینی یک نفر آزاده، این تفکر غلامی را گنجانیدن نمی شود. یک نفر نمی تواند این گونه زندگی کند. برای این می داند که یک روز نه یک روز می جوشد و ناخودآگاه انمون داخل قعر دل بودگی گپ بیرون می براید و جویش زندان می شود. برای همین در تاجیکستان زندگی کردن رو برایش خطر می داند. واقعا خطر است برای هر یک آزاداندیش، برای هر یک آزادی دوست. ببینید
شما نگاه کنید صحبت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در مراسم افتتاحی مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص برای مقامات کارهای داخلی کشور را شنیدید؟ خودش اقرار کرد. خودش اقرار کرد که وقتهای آخر از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی عموما مقامات‌های قدرتی وابسته به دلیل حساب دادن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. گپ رئیس جمهور من دوستان، گپ رئیس جمهور من اینجا همین گپ رئیس جمهور نگاه کردیم. پرزیدنت مملکت خودش اقرار می شود که به خاطر لایک شهروندان پشت پنجره زندان می شود و چی میگوید؟ بعضی مقامات نسبت به آنها به اساس پرونده های جنایتی آغاز می نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. مقامات به آنها به اساس پرونده های جنایتی آغاز می نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. ای میبرد یعنی شما رئیس جمهور خبر داشته اید که بسیاری از جوانان ملت به اساس به خاطر گذاشتن لایک پشت پنجره زندان شدند. بله چرا آنها آزاد نیستند؟ چرا آنها سفید کرده نشدند تا به امروز؟ وای رئیس جمهور، تو میدانستی که جوانان ملت به اساس گناهکار کرده شده پشت پنجره زندان شدند؟ گفت خدا دله آنها در دستت در روی میزت است. تو فهمیده ای؟ چرا فهمیدن زمان مادر او بیچاره گریان است، پدرش گریان است، فهمیدن زمان که به اساس فرزند این ملت، فرزند یک مادر ملت، فرزند یک پدر ملت پشت پنجره تو است. تو به انصاف، تو خدا زده، چرا آنها را آزاد نکردی؟ چرا آنها را آزاد نکردی؟ های ظالم، های مستبد، تو فهمیده ای که به اساس این کارمندان تو، این تیم تو، این کمند تو ملت را، جوانان ملت را برده از پشت پنجره زندان کرده است به اساس گفت خودت. چرا آنها تا حال پشت پنجره زندانند؟ چرا سفید کرده نشدند؟ چرا آزاد کرده نشدند؟ تو برای خودت گپ میزنی؟ فهمیده ای؟ خبر داشته ای؟ باز میگن بسیار کارهایی که میگذرد رئیس جمهور نمیداند. من مرحمت چطور نمیدانسته است؟ میدانسته است که میفهمیده است که این میفهمیده است این نابکار که جوانان ملت به خاطر لایک به اساس نسبتشان پرونده های جنایتی آغاز می شود و آنها پشت پنجره زندان می شود. این میدانسته است که همون جوانانی که تو فهمیدی که آنها به اساس پشت پنجره زندان شدن، کل خبری آزادیشون حالا هم در زندان، تو فهمیدی آنها به اساس پشت پنجره زندان شدند، تو فهمیدی حالا هم آنها در پشت پنجره زندان هستند. اگر تو رو ظالم گویم دیگر خفه نشو. درست حق است که میگفتیم تو ظالم هستی، وگرنه برابر فهمیدنت
در حال اونها رو آزاد نمی کردی؟ اونها 100 نفر 200 نفر نه، 4000 5 نفرن. 50-60% زندانی های تاجیکستان هستند. کدام آیله را تو میدانی اوی رئیس جمهور؟ های رئیس جمهور، کدام آیله را میدانی که زندانی ندارد؟ چیکار کردی؟ تاجیکستان نه زندانستان شد. معلش ترکستان که کردی، برخی کشور را، برخی ملت را میگیری به خارجه میفروشی. تاجیکستان را، یک کشوری آفتابرویه را تارکستان کردی. حالا به زندانستان تبدیل داده ای. تاجیکستان را به یک زندانی بزرگ، یک زندانی بزرگی که این زندان پرزیدنت هم دارد، این زندان جناب عالی هم دارد، این زندان پیشوا هم دارد. پیشوایش میفهمد که چندین نفرها در این زندان بدون هیچ جنایت به اساس ادای جزا کرده ایستادند. همون جزایی که جنایتش را صادر نکردند. فهمیده ای، دانسته ای چرا توده آنها آزاد نشدند، نبرآمدند و حالا هم در زندان تو هستند؟ مردکی اول نفرانی که در زندان تو بودند، تو فهمیده ای که آنها به اساس در زندان هستند، آنها را آزاد میکردی. بعد بلبلکت میخواند یک گپ دیگر بود. حالا چی؟ انا همین گپت اقرار خودت هست. اقرار خودت هست که کمانده ای تو، مقامات قدرتی، مقامات امنیتی، بچه ها فرزندان این ملت را به اساس به خاطر یک لایک یا پسندیدن چند جمله از گفته های آزاداندیشان آزادگان پشت پنجره زندان کرده ای. آنها به اساس پشت پنجره زندانند، هیچ جرم و جنایتی نکردند، به هیچ گناه دست نزدند، اما تو باخبری و حالا هم آنها پشت پنجره زندانند. کیست ظالم تر از تو؟ تو نکن به همین گپت گفتنی که یعنی عدالت پرور و عدالت خواه و عدالت پناهی و تاکید بر این کرده ایستاده که به این کار باید خاتمه داده شود. با امضای تو ان همین لایک قانونی شده است که کسی که هم اندیشه‌ای تو نیست، هم نظری تو نیست، هم فکری تو نیست، در کماندی تو نیست، با نوای موسیقی تو نمی رقصد و نمی سرایت، باید پشت پنجره زندان شود. تو امضا کرده ای به این قانون لایک. مست بودی یا هوشیار وقتی به امضا رسانیدنی این قانون لایک؟ در خودت بودی یا گره زدگی بودی وقتی امضای قانون لایک اکنون بیایی میگویی که به اساس به خاطر لایک مقامات نسبت به آنها پرونده های جنایتی آغاز میکنند. این قانون با امضای تو پیاده شدگی است. این قانون سرخوری ملت شد. هزاران جوانان ملت را پشت پنجره زندان کرد. صدها هزار جوان ملت را
امیدش را به آینده گم کرد، نابود ساخت، هزاران جوان ملت را سرسان و سرگردان کرد. و تاجیکستان دیگه گشته نمی رفتگی کرد. از تاجیکستان، از وطن دلش را خنک کرد. فقط جوان در تاجیکستان رستم جان و 4-5 تا همون کاسه خور کاسه لیسانش ماند خلاص. جوره های لگم بردارش ماند خلاص، دیگه هیچ کس نماند. همون رستم جان موندن و شاهرخ جان و 4-5 تا دیگر کاسه لیس. در کشوری که اگر بچه پرزیدنت نباشی، جوره بچه پرزیدنت یا پیشوای یا جناب نباشی، روزت سیاه است. مگر این کشور کشور است؟ مگر این دولت و دولتداری است؟ این چی روز است؟ در مکتبی که معلم از طلبه تفکری انتقادی طلب ندارد، طلبه را تکان نمیدهد تا اینکه او فکرهای اندیشه های خودش را ابراز کند، چیکار میکنیم؟ زامبی به دست میبیاریم. آی رئیس جمهور، به این گپت که گفتی مقامات نسبت شهروندان به اساس پرونده های جنایتی آغاز میکنند که به این عمل باید خاتمه داده شود و این عمل خودت گفته ایستادی که خودش گفته ایستاده است، من تماشابینان عزیز، خودش گفته ایستاده است که باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. نه، وقتهای آخر از جانب مقامات وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها، باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. آی رئیس جمهور، خودت گفته ایستادی. انکنون چی خلاصه گیری میکنی؟ وقتی به این قانون امضا گذاشتن، وقتی که به این قانون امضا میگذاشتی، یعنی تو نمیدونستی که آینده این قانون چی میشود. یعنی همین تو هستی که سببکار اساسی سرسان و سرگردانی ملت شده ای، خصوصا جوانان. خودت به زبان خودت گفته ایستاده ای، خودت به زبان خودت اقرار کرده ایستاده ای که انا همین قانون سرخور سر هزاران جوانان را خورد، امید هزاران جوانان را به آینده خودشان محو کرد. گفت خودت سرسان و سرگردان کرد. آقای رئیس جمهور، وقتی که به دست زدن به جنایت، به سرسان و سرگردان کردن ملت خودت اقرار میشوی، با زبان خودت اقرار میشوی، وقتی ما تو را گفتیم که تو پیشوا پسوا هم نیستی، خفه نشه. وقتی که ما
تو را امام علی نیبود تپکلی گفتیم خفه نشو. وقتی که تو را ما کلکدو گفتیم خفه نشو. خودت اقرار کرده ایستاده ای. خودت اقرار کرده ایستاده ای. یک کسی دیگر نه. حالا من این رو از پیلوس نشان دادم. این شاید فکر کنید از پیلوس از پیش خودش نویستگی است. نه دوستان عزیز، این را با آیان و نوایان سایت رئیس جمهور کشور پرزیدنت نقطه تیجی رسانه کردگی است. منه گفت روزها پلو بویت است. امید منه خودش میگه رئیس جمهور که باید گفت که در برابر نتیجه های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق کمبودی های زیاد به نظر می رسند. این حرف من نه، حرف خود رئیس جمهور. همین رئیس جمهوری که خودش اقرار می شود که یک قانونی برآوردگیش با دست خودش امضا کردگی سبب سرسان و سرگردان شوی جوانان و شهروندان ملت شده است و خودش اقرار می کند که بدون اساس به اساس شهروندان کشور به خاطر لایک به اساس پشت پنجره زندان شدن، بالای آنها پرونده باز شده است. خودش اقرار میکند. پس چرا آنها با آزادی نبرآمدند؟ پس چرا آنها آزاد نیستند؟ حتی از روسیه دادر ما را دزدیده بردید به تاجیکستان. دوره 1 سال از اون خبر نبود. گفتید و گفته های تیخانوفسکی امضا مونده است، یعنی لایک مونده است. یا گفتید به حرفای اکاش را جانبداری کرده است. یگان دلیل نداشتید، یگان صفر دلیل نداشتید پشت پنجره زندان است. چرا او آزاد نیست؟ چرا او با آزادی نبرآمد وقتی که این پرونده هایتان به اساس بوده است؟ چرا نفرانی که به خاطر لایک، به خاطر پدلیس پشت پنجره زندان شدن با آزادی نبرآمدند؟ با آزادی آنها را نبرآورده تو زبان داری در منبر برآمده گپ میزنی. شرم داری؟ اوی پوستت از پوست خر غفص. یگان گپ و تو تاثیر نمی کند. نه آدم بودن تعیین است، نه چهارپا. باز یک مردم روند کوسالیسا روند بگویند پیشوا، شرمت نمی گوید؟ ایدو نمی کشی؟ پیشوای ملت، پدر ملت گفته گپ میزنم، این خیلی نگوید گفته نمیتونی. من سرخور ملت، سرگردان کننده ملت گفته نمیتونی. برو این خیلی نگوید. من شرم داشته ایستادم، من سبب سرسان و سرگردانی ملت شدگی هستم. نمیگویی؟ خودت گفته ایستادی کو یک بار مرد شو همین سببگارش من بگو. وضعیتی پست پویدی اهالی تاجیکستان جوانان. وقتی که یک جوان مکتب رو ختم کرد، دانشگاه نرفت، اهل اویله‌اش رو، اهل خانواده‌اش رو همچون یک شخص دستیار به وای رسیدگی باید به پهلوی پدرش باشد. اگر خود تحصیل نرفت، تحصیل رو ادامه نداد،
یا که دانشگاه نرفت باید در یک جا کار کند به پردرش کمک رساند. و او چی شرایط دارید شما؟ چی شرایط آماده کردگی هستید؟ همون نفر شما یک بار یگان نظرسنجی گذارید از ختم کنندگان مکتب های میانه، نظرشان را بسنجید و بگویید که مکتب رو ختم کردی چی کار میکنی؟ 90% جوانان کشور به آیندهشان در تاجیکستان اعتماد ندارد. حتما میگوید که مهاجرت کار کنی مردی کاری میروم. حتما 80-90% جوانان میگویند که میگراتسیا مردی کاری میرم، لای کاری میرم، اندوه کنی میرم، خشتریزی میرم، لای کشانی میرم، کپت لمت میرم. چرا جواب چنین میشود؟ برای آنکه به شما یگان ذره امید ندارد. به شما در مدت 30 سال حکومت داری به جوانان ملت یگان ذره امید نبخشیدید که او با باوری کامل بگوید که من در تاجیکستان جای کار یافته کار میکنم، روزی را مییابم. همین خیلی میگفته که جوان را چند تا مییابید؟ های از صنف 11 نه، صنف 8-9 رو تمام کرده برآمده رفته سود است که مبادا در صنف 10-11 شما گرفته ابله کرده خدمت حربیش نبرید و 2 سال دراز عمرش را هم تو در علف دروی و باغ افیتسیر شدگور کردن نگذراند، باغ عملداره شدگور کردن و پختچینی عمرش نگذراند. یعنی در مدت 30 سال به 80-90% جوانان کشور شما امید ندادید که در تاجیکستان می روید می سبزد. بیچاره بعضیش 10-20% به این امید که اگر معلومات عالی گرفت با معلومات یک کار کرده می شود. معلومات عالی دار، تحصیل عالی دیده، یعنی جوانان تاجیکستان را چقدر شما با آنها امید دادید که اگر دانشگاه را تمام کند، دانشگاه تمام شود، او در تاجیکستان می سبزد، پیش می رود. او دانشگاه را تمام می کند، معلومات عالی می گیرد، دیپلم در دست، لایکاری رسیه. دانشگاه را تمام کرده، پراو پالیتیک بیزنس تمام می کند، международные экономические отношения تمام میکند. اوی جان جگر یوریدیسکی فاکولتت تمام میکند، مارکتینگ تمام میکند، منیجمنت تمام میکند، گاسترونومی تمام میکند. هیچ کار نیست در تاجیکستان میرد لایکاری کپت لمت رسیه. معلومات عالی گرفته هم شما در تاجیکستان این امید رو نداده اید که او میتواند در تاجیکستان جای کار یابد. بند دانشگاه ها را به چند قدری که زورتان میرسد به جای کار تمام میکنید، همان رو به حساب گیرید.
یعنی همون آزمون‌های قبولی دانشجویان رو هم همین طور به حساب گرفت که آنها را در آینده در تاجیکستان داشته میتوانید و آنها را به جای کار تامین کرده میتوانید. بگذار یک قسمشان را به حساب گرفت که آنها تحصیلشان را دوام میدهند، نامزدشان را حفظ میکنند یا به خارجه میروند برای ادامه تحصیل. بگذار اینها را هم به حساب گرفت. لیکن چرا این پول ملت را میخورید؟ یک جوان را 5 سال کیسهش را میروبید، هم دگوارنوی میتید، هم شرطنامه پولی میتید، هم زچات که پولی میتید، امتحان پولی میتید، چای پولی میتید به معلم، پولی ابربادکه میتید، پولی عطربادکه میتید و بعد 5 سال او را به کوچه خشک گسیلش میکنید. چرا؟ مگر این غارتگری نیست؟ مگر این غارت ملت نیست؟ های زورتان میرسیدگی کار را کنید. بند دانشگاه ها را، چرا دانشگاه ها با کرسی های خالی میگویند که همین سال همین سال تحصیل 2024-2025 طبق آماری که خودی مقامات داده است 20% داوطلبان حتی دانشگاه قبول کرده است به درس نآمده اند دیگه. از این میبراید خونه به خونه رفته از گریبانش کشوله کرده بردگی هستید، برده قبول کنندگی هستید. و باز هم از 18 گفتی کارشناسان از 18 تا 20% نسبت سال گذشته داوطلب برای ادامه تحصیل در مکاتب عالی در تاجیکستان کم شده است. کم شده است. یعنی حتی امتحان لازم نیست، همین هر های خنگل های خوتیک های بسم الله گفته از در دانشگاه درآمد قبول می شود. یا که همین قدر که همین اراده ادامه تحصیل داشته باشد قبول می شود. حالا یک دوستمون در گفتگوی تلفنی در گفتگوی واتساپی همین موقع سنتبر بود میگه همین بچم با دانش خودش نغلطیده بی پول دانشگاه قبول شد. گفتم این بچه همین دوستم رو ما میشناختم، یک دو سه سوال الیمنتر رو جواب داده نمیتونست. بسم الله الرحمن الرحیم این چی خیر به دانشگاه وارد شده باشد؟ حالا یکی تحلیل کرده میبرایم احوال این است که نسبت سال گذشته 20% دانشجو کم شده است. همین داوطلبانی که حتی به دانشگاه قبول شدن باز این 18-20% نآمدند برای ادامه تحصیل. یک نفر چیزی گفتم میخواهد. ایگام میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. ایگام هستید؟ باشید گپ زنید که من بسیار گفتنی های زیاد دارم. میتونید میکروفونتون رو فعال کرده گپ زنید. حالا نکنون سلام علیکم. سلام علیکم. گپ زنید، ما صداتون رو میشنویم. اکو شوقه محمد بفرمایید.
تا کی همین غربت می رود؟ گپ زنید، بلندتر گپ زنید. همین غربت تا کی می رود؟ همین غربت تا همون روزی که هر یک فرد ملت به این خلاصه بیاید که دیگه جای صبر کردن نمانده است. بله. دیگه جای در کله رو خم کرده ایستادن نمانده است. باید هر یک فرد ملت به این خلاصه بیاید در و بگوید که خاندان بس این تار سری ما زدن بس، سرسان سرگردان کردن ما بس. حالا ببینید، تنها به خاطر مبلغ، تنها به خاطر پول، یک نفر در دانشگاه 5 سال داشته می شود، از او دانش طلب نمی کنند. همین زکات که به داخل زکات که باید 10 سومانی 20 سومانی پول مانده زکات رو دراز کنی، انا برای همه شرطنامه رو هر سال پرداخت کنی، یعنی 5 سال کشوله کرده می روی، بعد یک دیپلم رو ایره بیره صاحب میکنند می شوی. جواب 5 سال پول دادی، سلامت باش، رفت 4 طرفت قبله لوی میزنی، کپت میکنی، لمت میکنی. بردش فنرمون کی ویشد چنگ گیرد. بله. فقط چی باشد؟ نامرد باشد، زنده باشد، محب الله زنده باشد، حسن جان زنده باشد، بله. رستم جان زنده باشد، نه نامرد باشد. اکو در اویله ملت بمیرد. در اویله پدر سردار خواجگی، مادر جانشین خواجگی، لیکن فرزند عرض دلش یا با پدر گوید یا با مادر. بله. اکو خب پدر معلوم که نمیفهمد، مادر اگجو یابیم. که مادر گوییم که مادر چیرز مادر در پدر رسانیم گپا. بابای گپ تو نفهمیدم. درست است میگم. خب لیکن همه فرزند خوجین در همون خونه، بعد از پدر و مادر خوجین در همون خونه میراث طلب میکنن. این میراث اکی پرسیم؟ کنی جواب گوید اکی پرسیم؟ کدام میراث؟ میراثی که از پدر میموند، از کی پرسیم؟ فرزند چیرز مادر میتواند که گوید که مادر پدر گو که همین میراث با ما تقسیم کند، میراث حقوقی وطنه یا میراث حقوق خانه. ما چیرز کی پرسیم؟ برادر عزیز، واقعا دولت دوری، همین در علم جمعیت شناسی میگن که دولت دوری از اویله دوری سر بشه. در یک اویله شما مثلا گریم یک اویله رو اداره کرده نمیتونید. بله. و این اویله از زیر کنترل شما میبراید. شما حاکمی یا شما رهبر یک کشورید، اویلتون رهبر شما. نه اکو ما اویله رهبر یک اویله فرض کن اول در بالا گویم، در بالا شما رهبر یک کشورید، بچه هاتون رهبر شما. بله. آزاده خودش رفته است،
الان تریتوری من در دخالت کرده است. او شوهر بدبختش چند جای زده گرفته است. همین بگو این خودش جمع کرده گیرد. اگر نه من میدونم چیکار کنم. این اوته بیچاره رهبری پیشوای جناب عالی یک کشور، معظم یک کشور در داخل اویله پرابلمی داخل اویله حل کرده نمیتونه. حاضر تاجیکستان در همین در داخل یک اویله خامدران شده ایستاده است. یعنی همین خام تاجیکستان را خورده ایستادند و به این هم خانه نیستند. برای اینکه اینش از اینش بیشتر نگیرد خون یکدیگرش را خورده ایستاده است. و این جناب عالی و این پیشوای معظم انا همین نفسی بدی فرزندوی قانع کرده نتوانسته ایستاده است. اینش برده است تا رئیس مجلس ملی کرده است و یش برده است تا رئیس دستگاه کرده است. اونش برده است نماینده دیپلماتی یعنی سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر کرده است. اینش برده است معاونی بانک کرده است. این خصوص بچه برده است رئیس بانک، رئیس زواد آلومینی. خونه نیستند. یگان ملت، عضو ملت، یگان جوان ملت حاضر حق رئیس دستگاهی پرزیدنت شدن رو ندارد. چون که اونجا دختر پرزیدنت رئیس دستگاه، یگان جوان ملت، یگان فرد ملت حق رئیس مجلس ملی شدن رو ندارد. چون که اونجا رستم جان رئیس مجلس ملی، یگان نفر با زواد آلومینی حق کشم علا کردن رو ندارد. چون که اونجا اسدالله خسرو بچه جناب عالی است. رئیس از این بی‌قدری و خوری اکو میبخشید. برای همین دوستان این مرحلت یک نفرم اگر در داخل اویلش همین خیلی مشکلی پیش بیاید میراث سر خودش رو هم میخورد، سر بچه هایش رو هم میخورد. به امید این نشوید که در همین خیلی اویله مثل همین اویله رئیس جمهور بر این فرزندها تربیت یافتگی باشند، در آینده او فرزندها میراث رو با عدالت تقسیم کرده میتوانند. حالا ترس ما از این است که ان همین رستم جان آزاده و تخمینه و رخشانه و اسدالله محب الله وای ها بعد از سر رحمان و فالاق رحمان در زندگیش زورش نرسته شده است. احتمال دارد که در زندگیش هم سر می شود. خونی همدیگر را خوردن را سر می کنند و این کشور را خامدران می کنند. انا برای همین هم پیش راهین گرفته شود. شوقت محمد کش کنه. یاد چی میگم؟ من از بی‌قدری خوری سری دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا پریدن ها. حالا ما این گپا رو گفته شدیم به آنها تاثیر نمی کند، هیچ تاثیر ندارد. چشمشان را همین حبی خامدرانی یعنی محبت خامدران کردن کشور چشمشان را کور کردگی است، قلبشان را سنگین کردگی است. دشمن باید در بغل گیرد. نمیشنوند و نمیفهمند و درک نمیکنند. برای چی؟ برای که سنگدل را از صفای صحبت نیکان چی سود؟ سنگدل را از صفای صحبت نیکان چی سود؟ سنگ را دل وا نشد هرچند در دریا نشست. تاثیر نمیکنه. چشمم گر به شخ میریخت میشد سبززار، هیچ تاثیر ندارد چشم گریانم به او. چشم گریان سود ندارد. برای همین ملت
فرد تک تک بیدار شدنش در کار، این ظالمان را به گولک چولکشان پایان فراوردنش در کار، به هر یکی این ظالمان، به این اولاد ظالم حق دادن در کار که یک بار لایکشانی کنند. اینا هم حق دارند برای لایکشانی کردن. بله به اینها بله. حق دادن در کار که یک کترکه کنند، از پولش کترکه بچه هایشان را شکمش را سیر کنند، نان بیابند. البته دادن در کار که برود رستم جان روسیه کپت لمت کند. اینم حق دارد، اینم عضو ملت است. اگر رستم جان یک رود کپت لمت کند، یک شتوکه ترکه کند، یک بار این ملت با چه رنج و با چه عذاب با چه کلفت پول یافته زندگی میکند، یک بار در جسم و جانش در پوست بدنش احساس کند، میگوید که پدر من از این جایی که هستم شرم میدارم، تو منو آوردی تو رئیس مجلس ملی، منی کورسوار، منی نیمگونگ، منی بانگی، منی که یک کلمه حرف دهانم رو از اودش برآمده گفته نمیتونم، تا اینجا آورده رسونده ای. در حق ملت تو با این کارت ظلم کرده ای. این ملت رو تو رنج داده ایستاده ای، عذاب داده ایستاده ای. پیش گفتونو میگیرم، رودکی رو کور کردیم بس نبود، زندگی شور کردیم بس نبود، بو علی سینا که درمون بخش بود، از دیارش پیش کردیم بس نبود. بس نه بس نه بس نیست. دوستان عزیز، می توانید توسط واتساپ هم زنگ بزنید، گپ بزنید و ملاحظه های من همین بود که همه در بسته فقط در مهاجرت برای بیچاره تاجیک شده و اون مهاجرت هم چی مهاجرته؟ صدها علم دارد، صدها رنج دارد، صدها کلفت دارد، صدها غربت دارد، صدها عذاب دارد، صدها مشقت دارد، صدها سرسانی دارد، صدها سرگردانی دارد، پیش لگت شدن ها دارد. با وجود همین هیچ امید در داخل وطن ندارد. همین رو تن گرفته میبیاد مهاجرت. همین هم وطن داری شد، همین هم حکومت داری شد. یک مهاجر حیاتش رو ببینید، همه سرسانی، سرگردانی، عذاب، عقوبت، رنج، کلفت همه را تن میگیرد. در تاجیکستان بودن رو نه. یعنی از همین کلفت هایی که در مهاجرت هست و میگوییم میشنویم هر روزه، کلفت در وطن خود بودن بدتر بوده است. عذاب در وطن خود بودن بدتر بوده است. یعنی یک انسان در وطن خودش، خانه خودش، در خانه خودش بیگانه تر از در مهاجرت بودن بوده است. شما ملت را به این خلاصه آورده رسانیدید. شما اهل کشور را، شهروندان کشور را به این خلاصه آورده رسانیدید که همه عذاب و کلفت و رنج و مشقت را تن میگیرد، اما در تاجیکستان بودن رو نه. در تاجیکستان بودن رو نه. بله. بمیرید به همین حکومت داریتون. شرمتون نمی بیاید؟ من یادداشت دارم سالهای 89 90 اگر که در کوچه جمع می‌کردم، یک خطایی می آید در تاجیکستان، کار می‌یابد، کار می‌کند، پول می‌یابد، پولدار شده به خطای بر می‌گردد. همون کاری که تاجیک در روسیه کرده ایستاده است. اسفالت کنی رو تاجیک نمیتوند که تو خطای آورده اسفالت میکنونی. همون اسفالت رو در روسیه تاجیک کرده ایستاده است.
تا گرجستان و تا آذربایجان رفته تاجیک اسفالت کاری کرده ایستاده است. یک تاجیک دوست هم در کرد وطن داشتم خویش نامش علی چرا بود. متهمی یا خطا رفته به تاجیک برادر تولد میگم شدن؟ یک دوست کرد داشتم در یکاترینبورگ نامش علی بود. 100 کارگری اسفالت پشتکن داشت. تقریبا 70 نفرش از آسیای مرکزی بود، اما انیق گفته نمیتونم که تاجیکان چند نفر بودن. تقریبا 70 نفرش از آسیای مرکزی بود. همین رو اگر 30% همین 70 نفر تاجیک بود گوییم تقریبا 20-25 نفرش تاجیک بود. کیتایت میبیاد در تاجیکستان اسفالت کار میکند، تاجیک میرود در روسیه. کیتایت میبیاد در تاجیکستان ساختمان کار میکند، تاجیک در روسیه. تایید چشکل کواردراتش فهمیم $1200 میکند، تاجیک 1500 روبل. چی خیلی فهمیم. و من برادر گفته شده است با کیتایت شما در تاجیکستان 1500 میدهید، $1500 میدهید، تاجیک به 1500 در روسیه رفته کار میکنه، روزی است. اما با او تاجیک او کاری اسفالت در تاجیکستان بوده رو نمیده. باز چرا؟ تأخیر قطعی، باز چرا تأخیر سببش چی قطعی، است؟ میدونیم باز حقارت و برای که خیتو دشنام. وقت قرض میدهد شما میگوید که همین راه رو اسفالت کردن در کار، خیتای جان، جین پیجی جان، پولته و میگوید تمام پول رو میده. هم یک شرط همین که پول به خودم باید گشته بیاید. چخیل من به تو قرض بدهم لیکن کارگر از خودم میبرم، تو باز, قرضدار میشوی و باز, کارگر به پول میتی، پول گارنده خطابه میبیارد. باز یک چی گویم، در روسیه اگر که یک راه منع کنن و در اون آزادی راه میکروفونتون فعال کنید. لبک نفری که وارد شدن میگم میکروفونشون فعال کنن. باز در روسیه یک وی هست که اگر یک راه منع کنند از اون راه یکون کس گذشتن نمیتواند. وقت از اون که از شهرستان، از اورتیپا، از خوجند و عینی میگذشتن، در خاطر دارم که ماشین کم ریشونه با اکسکواتور زده مجق کردن، حتی برده در عینی چیز ظلمی نکرد بودن که خطایا زدن به اکسکواتور مجق کردن، باز گناهگار شد و دیتیل تشکر برای زیاد برادر اگم آزادی رو گوش کنیم. آزادی بفرمایید. بله. آزادی خارج شدن. یک نفر با نام محمود هم وارد شده بودن، خارج شدن. بسیار خوب. یکون مشکلاتی تکنیکی آمادگی باشد لطفا نویسید دوستان عزیز. کسانی که در چی از تحقیر استفاده کرده اید، مدیریتوران گرامی که در چت یوتیوب کار کرده ایستادید، لطفا از شما خواهش میکنم همین تحقیرگران رو کنترل کنید و اگر آگاهی شما را به این نوبت نگرفتن بلاکشان کنید. و نفرانی که میخواهید سخن کنید حتما میدان از شماست. حالا هم فرصت داریم و میتوانید توسط واتساپ زنگ زنید. حالا من تلفن رو پیشم میارم. میتونید توسط واتساپ زنگ زنید و توسط واتساپ گپتون رو بگویید. و کسانی که میخواهید از استودیو گپ زنید، خواهش میکنم در چت یوتیوب لینکی استریم گذاشته شده است. الو گپ زنید. الو السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم آقا شوکت خوب هستین، تنج هستین. تشکر، بفرمایید برادر عزیز. این چی روزو بود که شوکت جناب رحمانوف، آقای جناب دیکتاتور رحمانوف و روزیش ای بکلا گرفت که امارا برای علک دیگه کارو را نکنین. این قصه سال کبوتا نمیدونستم. حالا خودش رو شیرین کردم میخواهد. بله هم دیدم یادی چی دا اینه از پیروز دا همین گفت گفتن جد و نگاه کنین اگر من چند اینم یک دو مولی اخیر دا همون کروش دا همون دیسلایک مونده سم مردم همین کروش دا همین سخانش دا لایک سردیچ کموندگی دا هم دیل دا همون کروش دیسلایک بود همین گفت دا لایک سردیچ کموندگی. گفتم اوه اینجا چی گفت یا اصلا همیشه شما یکی از شما گفتین همی خود شیرین نمایی ده که مقصد یه همیه تکتیکه یاخی با قدرت استودان یاخی بدبخت. بله نکتی با ایجا اتش خواه یک دیگه که مقامو دکی دیگه فکر کنه که روی شد همو پوچوشون پشالوانشون کرد. درسته که شوکت؟ بله که دیگه ایجا آیا جهت دیگه هم چکنی بگوی که انا دیدین تو که نمیخیرین یه روز نه پوچوتون فروختون چخه که پوچو فروخته دیکتاتور و شما هم فروخت ایه هیچ که باید نکنه. بله جوان میاد انشاءالله باور دارم اکا شوکت که مردم بدار و خوب فهمیده ایسان با هر حال مردم اکا شوکت خود همچه بانودونی میبینیم دیگه سایتو ما همین نایستم کامنتار دیکتاتور ایسوسو او سایتو همون چی داره شبکه هم میبینیم مردم با هر حال دوریگی داره سخت دوریگی داره خداوند همین مشکلی را براشون بران هم دوریگیشون آورده مردم باید دیگه دوریه نشون. بله تشکر برادر. اکا شوکت شما خواهش میکنم همین ویدیو مثال همین برنامه باید بسو شوخه علال خصوص به خفگی اکا شوکت برنامه منبر مهاجر باید بسوتر شوخه دیگه نمیدونم مهاجر خیلی باید مردم موجود همین به برنامه دیگه یاخه برنامه زنده سر نکنی اکا شوکت دیگه مردم گم زدن کردن مثال کم هم باشه خوب است اخی اکا شوکت انشالله سلامت انشالله که همین وقتا اومده نزدیک اومده انشالله باید گچ شود. زنده باشه شوکت وقت را میگیرم. زنده باشه سلامت باشه تشکر زیاد دارم. آزادی بفرمایید. آزادی میکروفونتون رو فعال کنید گپ زنید. کسایی که گپ زدن میخواهید مرحمت وارد شید فقط شما گپ بزنید. من گپایم رو گفته تمام کردم. اگر وارد نشدید با خودم گپ بزنید. عضو چند نفر میدارند همون جسارت هم خیلی چیز خوب است. یک نفر از تاجیکستان نوشته است به واتساپ که سلام برادر عزیز، امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید، اهل عائلتون خوب هستند. من چی راستی نفهمیدم، نمیخونم راستی گپشه نفهمیدم، روی خوندن نیست. یک نفر نوشته است سلام و درود بی پایان، من یک جوانی هستم که در بسیار مسئله ها هم فکر شمایم. دانشگاه ملی تاجیکستان را به حیث اختصاصی ختم نمودم. از زمان دانشجویی به کار شروع نموده در شرکت های بین المللی مستقلی اودیتوری تجربه گرفتم.
در اودیت مستقل مولوی بسیار کارخانه‌های بزرگ کشور اشتراک کردم. از آن جمله در اودیت جسکه برق تاجیک، روغون، فرودگاه دوشنبه، تاجیک ایر، اسپی زرافشان و در اودیت چندین بانک‌های تاجیکستان. در 4 سال فعالیتم به خلاصه آمدم که اودیت مستقل در تاجیکستان تنها در نام مستقل است. حیثیت وطن دوستی هم مرا نمیگذارد بی‌طرف باشم و میخواهم در مخالفت سهمی داشته باشم. آیا پیمان ملی بخش اقتصادی دارد؟ اگر داشته باشد نیازی به متخصص دارد؟ من آماده هستم. دارد حتما من به شما می نویسم انشالله. سلام، نفری از واتساپ زنگ زدن، بفرمایید. کشتن بسیار خوب. نفری که نوشته که متخصص به پیمان ملی اقتصادی لازم است حتما صحبت میکنیم انشالله. من که یک چنین مسئولیتی تصمیم گیرنده در پیمان ملی تاجیکستان ندارم. نه عضو شورایش هستم و نه یگان چی دارم، مسئولیت دارم. برای همین یگان چیز از نام پیمان ملی تاجیکستان گفته نمیتونم، اما میرسونم. این پیشنهاد شما رو حتما میرسونم. سلامت باشید برادر عزیز. یک نفر دیگر نوشته از بیاید همراه میخونیم. سلام شوکتی محمد، امیدوارم خوب صحت و سلامتید. من از تاجیکستان با شما تماس میگیرم و سلام تاجیکستان رو به شما میرسونم. سلامت باشید برادر عزیز. و علیکم السلام. سلامتان بوی وطن کرد. خیلی خوشحال شدم. زنده باشید. واقعا خیلی خوشحال شدم برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. یک گپی صمیمانه که انسان به رقت دچار میکند. من دانشگاه را سال 2000 ختم کردم. بعد ختم دانشگاه کوشش کردم که جای کار یابم. جای کار نیافتم و در چندین جایها از من مبلغ طلب شد. پدرم کوشش کرد که همون مبلغ رو دریافت کرده به من جای کار تشکیل کند، ولی من به خودم این رو کار دانستم بودگیست. به خودم کار دانستم نوشته است. خیر اور دانستم بودگیست. به خودم اور دانستم. روسیه رفتم. در روسیه خیلی سرگردان شدم. کسی پروای این رو نداشت که من معلومات عالی دارم. پس صبنیک شدم. لای را بیار میگفت، خشت را بیار میگفت استا. برای یک استای خشت زن من لای کشان و خشت کشان شدم. از این هم برای یک نفری که معلومات عالی دارد روزی سخت هست. واقعا من به همه گفته های شما راضی هستم. سلامت باشید. سلامت هستید برادر عزیز. همین خیلی معلومات عالی گرفته از بیچاره. اکوی شوکا جان چی خیلی طرفی اروپا در روسیه نمیشه و اگر میشید روحاشم میفهمونده. ما یکی از پادپیسچکوی شما هم الله از شما راضی باشه. من هم نمیدونم برادر عزیز. میدونستم 5 سال در راه نمیبودم. من 2 سال در ترکیه بودم، 5 سال در اوکراین بودم، یعنی 7 سال در راه بودم. بعد از 7 سال در راه بودم بعد به اروپا گذاشتم. میدونستم همین در حال میگذاشتم برادر عزیز. این راهش من نمیدونم. برادر عزیز با کی با نام آزادی وارد شدگی هستید گپ میزنید یا نه؟ آزادی بسیار خوب. میدراین سخن میتی تا سخن دادنت پایده بیسته سخن میتی میبراید. خب یک نفر از واتساپ زنگ زدن، نامشون رو نمیگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا جان خوب هستید؟ اینجا هستی؟ سلامتی است؟ خوبه؟ شکر. بفرمایید. در باره برنامه تانی لایک
ما رحمانوف گفتید که بله عبورم خوب است. خوب است صدایتان بفرمایید. این رحمانوف حرامزاد همه خودش همه چی را همه خودش وای میکنه و خودش اکو که بوده اون نمیدونم میگه این نمیدونم نمیگه با خودش میگه ملت شهروندان سرسان و سرگردان شدند. انا که من همین چیزی که سرگذشت خود من یک مینوت 2 مینوت نقل میکنم اکا بفرمایید. من تاجیکستان من نوای تاجیکستان اومده گیم ده بفرمایید. وقتی که مرا پشت پنجره بردم یک مدت طولانی دادم مرا بکنو که من حق حقوق خود طلب کردم ترمام کردم یک مدت ششتم بعد یک مدت مرا عفو کردن 700,000 سومونی ده مرا فروختن آغازم هست؟ هست صدایتون هست شنیده شده. از اهل و اولادی من یک صغیر کم بغل بچیم ده مثال صغیره بودم به پدر مادر زنده بود و پدر از دنیا گذشته بود مرا 700,000 سومونی ده فروختن حکومت بله مرا فروختن در 700,000 سومونی. خیلی فروختن من نفهمیدم. اول ترمام کردم با ای ترمه فروختم من در برای اهل و اولادم پول گرفتن اهل و اولادم من در ترمه بودم مرا گفتن تو عفو میکنیم 700,000 سومون ای خانواده ما گرفتم 700,000 تومان این به دلار گردونی چقدر می شود؟ اکو حاضر قطعی 7,000 دلار میشه تو که چند میشه 70,000 سومون میشه 70,000 دلار همون وقتش روزی که من چی میگن 3 خونه در دوشنبه می اومد پول 3 خونه را تقریبا همین قدر مرکز دوشنبه و 3 خونه دوشنبه داده انا نگاه که وقتی که من ترمه بر اومدم سلامتیم خوب نبود راست شب گنده تا حاضر خیلی خوب نیست تا حاضر سلامتیم خوب نیست بیکار بودم در تاجیکستان بعد رفتم گفتم که مرا گفتم 5 سال تا تاجیکستان بر اومده نمیتونی انا که نگاه کده 5 سال باید من تاجیکستان نبرم میگم خیلی تو 5 سال اومده یکم کار بتید من یه جا کار کنم میدونی مرا چی میگم تو مالیسا کار میکنی میگم من یا آدم سودی می چرا مالیسا کار میکنم ما تو قدیم کار میکنی میگم یعنی بوز میکنی فقط در منطقه بله تو میگه در منطقه خودت نه نگم در منطقه که من زندگی میکنم در اونجا نه در شهر قرقنتپه بوز میگم بوزی که خودت گفتید شما یک مدت راست بگم خیلی زندگی مجبورم کرد رفتم اونجا رفتم یک مدت بگیم کارم کردم یک مدتی کوتاه وقتی که دیدم چیکار میکردی؟ سور چی دارم انا گفتی خودم پیش بزرگ درنی بزرگ میگشتم یک 3-4 آدم بودیم سر میدادن من گردی کسی نیسته یا هم خیلی آدمایی که قشلاقی ها میاین که درن شهر انا ما رو برای سیگارت کشیشون اشتراف میکنیشونه برای نوز کشیشون اشتراف میکنیشونه و اگر گپیگون بولو گپ بزنم میبریشونه مثال یک آدم مثال یک سیگارت میکشه یا هم نوز میکشه یک جای سوچیده فقط آدمایی که قشلاق جای ها میان آدمی درون شهر ما نمیتونیم اشکر کرد فقط آدمی دیگر جا میان بعد اگر کسانی که قرقنتپه باشن میدونن که مثال در قرقنتپه خوزی همین شب و روز اکو چقدر همین فویشه بسیار شده گیده و در همون کار میکردم مثال یک مدت کار کردم چقدر فویشه بسیار شده گیده شبانه ده فویشه لغت میکنم پیش بزرگم گسینسه دیسکتیک هم میروده فویشه لغت میکنم بعد همین بچه هایی که دیگه جواب میان مردک هایی که دیگه جواب رومن شهر نیگه دیگر جواب همونو رو قبیده اول ترسونده مثل کنومش 1000 سومه دیگه کنوم ده چیز برویه ده آخر او که اگر از بورس چشید بعد عدلی نمیبریشه
بو اوجک عدله میگیره بو با بیشتر میشه تو 10,000 سومون هم میشه اشترافش مثلا خانواده‌اش میاد اما مجبوره بگیره تلویزیون نشون میدیم تا میگم کامera میکنیم تا تلویزیون نشون میدیم تا میگم این خیلی یک شما یکون نمود حجت داشتید بینشتت نه اگین داشتید هیچ نداشتم ما یک آدمی وقتی که مرا ترما کردن آدم خفناک گفتن مرا ترما کردن که من خفناک من اكو نه مثلا اگر شما خیلی مثلا اگر یک کسی میقابل و حجت طلب نمیکرد شما اكو خیلی فرشکه دودگی بودن چی فرشکه udasreni دودگی بودن فالشیفکه و دستورین دودگی هستن مثلا اگر شما پلیس خودتون معرفی میکنید مبود ما гражданство میگشتیم гражданство forma просто udasreni فرشی میدادن یعنی همونجا مالیسوم udasورین شما چی بود یعنی شما کی بودید لتنانت نه مالش وظیفتون چی بود وظیفه اكو چه بفهمم به وظیفه ما نه در همون دستورین وظیفه شما چی نمیستگی هم участковый منطقوی شما آدمی دوغ سودی داشتگی پرمچیک بله участковый منطقوی اول участковый منطقوی نایستگی بعد چی شد سونی یک مدت رو سبون کور کردم همین پولی که یارو حرام میگه حرف خودم میدونم داخل من همین چیزم گذرم یگان گفتی که بود نه برکتش میبینی نه فایدهش میبینی نه برات ضررش میبینی یک مدتی که تو محکم بسیارم کار نکردم سازی میشتت میگوره یک وقت موندم که زندگی تا پیش برگرده بعد من گفتم نه من نمیتونم اینجا کار کنم من سلامتی من خوب نبود مرا با چیز دیگه دولت من تو 5 سال بموندم با خودشو بدبخت من پاسپورت فروختم با دیگه نام فامیلیا من چیز دیگه دولت اومدم بعد نام دیگه فامیلای دیگه بودم یعنی خودشون به شما پاسپورت ساخته دادن کی میدم پاسپورت کی میدم دولت میگه کارم خاصه بله یعنی حاضر شما نامتون توپ تازه است شما سودیمی نیستید در اینجا نه این گفته سندکو اگر این ما مجبور ما برای او 700,000 سومون حال میدونی ما چی مجبور یک من کار کنم برای خشتبار خالص بودم برای خشتبار ما خالص بودم یک کار کنم یعنی اگر به نام خودتون به نام نسب خودتون میبودید از تاجیکستان برآمده نمیتونید نه 5 سال اومدم ممکنه برآمدم تاجیکستان شما در کدام زندان بودید من زندان یوغان اكو بحر جو پرستان مايو اول همونجا بودم راست بحر جو روی کردم اكو میتا اكو همش گفتم 2020 تون مطلب ابو اكو هم خیلی یاد نمیاد میتونم تو باید تو فهمید با شما ما بریم برنامه کردیم دیدم بچهای مخالفو من بعد دیدم بعد تو موضوع شدم اینترنت بچه‌ها گفتم من خیلی عزت همونای بریم کردگی بود ریام ما یا 5-6 بچه بودیم یک گروپ بودیم فهمیدم همین مخالف هم کرده بودن با اینا فهمیدم مالش یگون همین رقم تماس گرفته شد انشالله صحبت میکنیم برادر مالا این انشالله نصیب که دیگه من راست اون تلفن رو همین سوزم نمیفهمم که بچه ها میترسم به جلو نه جای دیگه هستم بچه ها میترسم میگن اگه گفت نظر مودم پرابلم میشه خیلی مگفت به تاکلش بخورم در داخل تاجیکستان بودگی ها احتیاط کنید لیکن در خارج بودگی یگان جای تقریبا سلامت باشید برادر عزیز زنده باشید تشکر جزیلا آزادی گپ میزنید آزادی گپ میزنید الو و علیکم السلام و رحمت الله. این دفعه گپ نمیزدید تمام بود
ساز خوبی برادر. شکر. بلندتر گپ زنید. آوازتون پست است. سلام به همه مردم آزادیخواه تاجیک. درباره چی گپ زنم برادر؟ درباره سویت، درباره کدام مشکلی؟ سویت نیست در تاجیکستان زنگ زدن. در چی باره گپ زدید؟ گپ زنید. برادرای تاجیکستان زنگ زدن، ما در خارجه ایم، میگن در ولایت ختلان 3 ساعت بیگه های سویت، 3 ساعت سهر 18:20 گیس در تاجیکستان این سویت که جا میرفته باشه نامعلوم. بعد روسیه به فکر من همین گیس در همین تاجیکستان اینه که مردم سویت نداره. 30 سال میشه امام علی رحمان 30 سال است مردم احمق داره گفته به سویت افسانه میشه و چی میشه. نه برات با ندوده از سویت و چی صداتون گم شد. یکم مشکلی تکنیکی داره شما؟ همین همه خواستم بفهمم همین سویت جو برفته باشه. برق رو در نظر دارید؟ الو؟ برق رو در نظر دارید؟ یک نفر از واتساپ زنگ زدن که گوش کنیم. سلام برادر عزیز. امیدوارم بسیار تو سلامت هستید. اهلی عائلتون هستم. صدا هست؟ صدای من گشته موندگی است. صدا هست؟ صداتون هست. یک نفر صدای خودم گشته مونده. او الو صدا هست؟ کدام مسخره بود دارد. خب آزادی گپ زنید. صدایتون هست. صدایتون گم شد. الو واتساپ. او گوش بکنم. واتساپ. السلام علیکم آقای شوخدکو. و علیکم السلام و رحمت الله. شوخدکو شما با سوال با میان میگویم. بایلش فرض کردیم دولت تاجیکستان مقصد علی شد. با این مغول ها، با این ظالم ها، با این دشمن تاجیک، ملت تاجیک چی باید کرد؟ اینها قانون گپ میزند. حالا ما رنگ اینها نیستیم که بگوییم یعنی سمسودشون بکنیم. با اینها ملت تصمیم میگیرد که چی باید کرد. قانون تصمیم میگیرد که چی باید کرد. پیشگوی قانون جواب میگن. همین قدر است برادر عزیز. میشد مثل ما فکر میکنم مثل اوکراینا تماما سر دولت اینها را یگان تشماندن در کار نیست. برای چی اینا مزه همون کروپس را چشیدگن، اینا سوخته شدگن، اینا با مقصد میتونن مقصد با فروخته شوند یک کسی دیگر.
برادر عزیز اگر اراده حاکم بودن قانون پیدا شود، همین اراده پیدا شود، همه تابع قانون بشود، کروپسیونر هم دیگه بدوند که به یک همین کروپسیا به یک فساد دست زند، عاقبت کارش چی می شود؟ به فساد دست نمی زند، هرچند مزه خوردک شدگی است، جزا خوردک شدگی است. وقتی که در یک کشور قانون حاکم می شود، گپ پرزیدنت نه، جناب عالی نه، جناب عالی خیلی گفتن، جناب عالی خیلی گفتن، جناب عالی گفتن که حیفا که تو جوان نباشد 15 سال پشت پنجره زندان میشدی. یک نفر جنایتکار دزدیده است، مال دولت رو، مال ملت رو دزدیده است، ماشین خریده است، خانه خریده است، در شات‌های خارجی، در شات خارجی چند قدر پول داری؟ چند تا ماشین داری؟ گفته پرزیدنت میپرسد از پول دزدی. باز وای خوندگی نبوده است، وای آدم دروغ میگفته است، یگان جای خوندگی نبوده است، به منصب رسیدگی پرزیدنت میدوند. او جوش به خاطر آن که با دختر رئیس جمهور جورگی داشته است، یار جورگی رفته اومد داشته است، او جزا نمیگیرد، پشت پنجره زندان 15 سال باید پشت پنجره زندان شود، زندان نمیشود. برای چی؟ برای که جناب عالی میگوید. در تاجیکستان گپ جناب عالی نه، گپ قانون باید حاکم باشد. قانون باید، مناسبت به قانون باید دیگر شود، یعنی به همه باید قانون گپ زند، ولایت قانون باید پیدا شود. وقتی که ولایت قانون پیدا می شود، همه برامکه می درآید و همه از روی قانون زندگی می کند. وقتی که همه از روی قانون زندگی می کند، یک پرزیدنت نمی بیاید من با خون آمدم با خون می روم گفته 30 چند سال خودش تمام اهل عائله‌اش بالای گردن ملت سوار کند. این طور کرده نمیتونه. سلامت باشید برادر. زنده باشین. امید دانست که این با دخترش رفت آمد داره انسان برای همو این یک زنی همون انسان بود که تو مقصد فکر نکن. تو از نام سروری دولت گپ میزنی، از نام سرور ملت گپ میزنی ها؟ تو مقصد تو از یاد نرو که تو غلام مایی، تو غلام همین عائله. به تو از نام فرزندان سرور ملت گپ میزنی ها؟ بله بله. از نام خاندان سرور دولت گپ میزنی. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید شفقت. خدا حافظ. در خانه خدا باشید. خب دوستان عزیز، همینجا برنامه امروز را به پایان میرسانیم. یک شما را به الله پاک میسپارم. همیشه سربلند و پیروز باشید، سرفراز باشید. خدا کند که از این ظالم نجات یابیم، از این مسخره شدن ها نجات یابیم، از این سرخمی ها، از این سرسانی و سرگردانی ها. گفتی رئیس جمهور امام علی رحمان به خاطر یک لایک سرسانی سرگردان شدن ها نجات یابیم. خدا کند که همون جوانانی که حالا پشت پنجره زندان به خاطر لایک هستند، هزارها نفر هستند، فردا شنویم که اونها با سری بلند به پیش اهل عیالشان، به پیش پدر و مادرشان بازگشتند. یک شما را به الله میسپارم. با شما بودم شوکت محمد در برنامه گفتگویی که گفتگو با شما بود.